بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا الله، ما را راه راست را راست نشان بده و پیروی کردن از راه راست را برای هر یک ما نصیب روزی بگردان و راه باطل را برای ما باطل نشان بده و دور بودن از راه باطل را برای هر یک ما نصیب گردان. السلام علیکم مردم مسلمان. وقتهای اخیر ما میبینیم که چقدر کشتارها میشود. یکی را میبینی که خودش کارد میزنه، با کارد خودکشی میکنه، یا که یک رفیقش با کارد میزنه میکشد. یکی دیگر را میبینی که خودش از بالای بنا پرتافته خودکشی میکنه. یکی را میبینی که خودش در دار میآویزه، یکی خودش آتش میزنه و در آب میپرتوید. آیتی از آیاتهای قرآن است که الله جل جلاله گفتن واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از اون فتنه، از اون عذاب بترسید که فقط اون نفرهایی که از شما بر خودشان ظلم کردن تنها فراگیر اونها نیست، یعنی تنها اونها را فرا نمیگیرد، بلکه همه شما را در بر میگیرد. پیامبر علیه السلام وقتی که از قتل و کشتار گپ زدن، از فتنه های آخر زمان گپ زدن، یکی از مادرای مؤمنان، اگر خطا نکنم عایشه رضی الله عنها بودن، گفتن که انهلک و فینا الصالحون. یا رسول الله، آیا در حالی که در بین ما شخصان صالح نیکوکار وجود دارند، آیا ما هلاک میشیم؟ پیامبر علیه السلام گفتن بله، یعنی به همین معنا که گفتن اذا کثر الخبث، هر وقتا که پلیدی، زنا، فحشا، دزدی، غارتگری، رشوه‌خوری، رباخوری زیاد شد، این بلا، این آفت، این عذاب همه شما را فرا میگیرد. جوانان هر روز در دست کارچه به مکتب میروند و دانشگاه میروند. در کوچه ها دیگر تعلیم نیست، تربیه نیست، از اسلام دور شدن. تنها پیش راه اینه گرفتن، این رو آوردن به قرآن و سنت است. چنگ زدن به کلام الله است. از معناهای قرآن آگاه شدن، از حدیث های پیامبر علیه السلام آگاه شدن و به اون عمل کردن است. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. زوری اون نیست، چمپیون بودن، از همه بالا بودن، با قوت بودن، پر قوت بودن این نیست که هر روز یک کس کارچه بزنی یا که یک کس با گپ بار کنی، اونا غالب برای و مغلوب بسازی. نه، گفتند که انسانی با قوت، انسانی قوی اون است که نفس خودش در هنگام غضب کنترل میکنه، نفس خودش اداره میکنه. حدیث صحیح دیگری است که روز قیامت هر انسانی که در این دنیا نفس خودش کنترل کرد، هنگام غضب کردن خودش اداره کرد و به کارهای خودکشی، یا که یک دوستش، یک همسنفش، یک رفیقش، یک همسایه‌ش، یک مسلمان دیگر را نکشت، اگرچه غیر مسلمان هم که باشد، خون حق که نریخت. وقتی که نفس خودش انسان کنترل میکنه، روز قیامت الله میارش بر بالای تمام خلق روز قیامت، مخلوقایی که تمام انسانها و جنهایی که روز قیامت الله میارشانه، همه را جمع میسازه. در همون روز وقتی که جنت میدرارشه، اختیار میتیشه که از حورهای جنت، از عروسهای جنت چقدر که اختیار کنه، چقدر که خودش برای نفس خودش اختیار کنه، الله اختیار میتیشه. یعنی پدرها، مادرهای مهربان امروز فرزندها در کلوب‌های بازی، در دیسک کلوب‌ها، در توی‌هایی که در اونجا فحش و فساد زیاد است، فرزندا میروند. حتما اکثر اونها همراه خود کار دارن، کارچه دارن. کمی هم باشد کوشش کنین به فرزنداتون رسیدگی کنین، اونها را نصیحت کنین، اونها را
از عذاب الله با خبر بسازین، آگاه بسازین. تنها راه نجات ما و شما در پیروی از قرآن و سنت است و پیروی از سلف صالح است. زنها را میبینی، دخترها را میبینی که در سالن‌های آرایشی هر روز لبشان را غفص میکنن، مویهای قاشاشان را میچینن، میجای خود را کلان میکنن. یعنی این چی معنی داره؟ این معنی اون داره که ای الله، تو نمیدونی که به ما چه خیلی لب مناسب بود، چه خیلی قاش مناسب بود و چه خیلی میجه مناسب بود و تو ما را خطا یعنی این چیزا را دادی. اون چیزی که برای ما مناسبه خودمون میدونیم. حالا که پیامبر علیه السلام لعنت کردن، گفتن که الله لعنت کرده است اون زنهایی که قاش میچینن و اون زنهایی که برای قاشچینی مقصد کمک میکنن و قاشهای انسانها را میچینن و اون زنهایی که میجه میچسبونن، زنهایی که مقصد موه میچسبونن، موی زیاتی، تغییر خلق الله میکنن. اون خلقت الله، آفریده الله تغییر میتین، دیگرگون میسازن، به معنی که ما از آفریده تی الله ناراضی هستیم. تو نمیدونستی که به ما چه خیل لب و چه خیل قاش و میجه و چشم و گوش لازم است. تو نمیدونستی، ما خودمون میدونیم، ما خودمون اینا تغییر میتیم. هر روز میبینی یک نفر خودش در آب و در آتش و در دار میآویزه و در مکتب ها میبینی با یک دیگر کارزنی و کارچه زنی. اینا دانسته بگیرین جوانهایی که در دست کارچه دارین، روز قیامت اولین حساب و کتاب بین خلائق صورت میگیره. این از ریختن خونها است. الله میخزانه برای خون ریخته مقصد حساب و کتاب میکنه، در عذاب گرفتار میکنه انسانا. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. پیامبر علیه السلام گفتن وقتی که دو مسلمان در دست شمشیر میگیرن و مانند شمشیر هرچی که باشد، کارد است، کارچه است، نیزه است، تیر است، فرق نمیکنه، اگرچه پیستولت، اتومات، هر چیزی که باشه، هر سلاحی که باشه که به اون کشته میشه، اگر در دست روبروی یکدیگر میآیند، مقابل یکدیگر میایستند و یکی دیگر را میکشد، پیامبر علیه السلام گفتند کشنده و کشته شده هر دوش در دوزخند. صحابه ها گفتند یا رسول الله هذا قاتل، میدونیم که این کشنده است، به خاطر کشتنش در پیش الله در جوابگری کشیده میشه و دوزخ میره. فما بال المقتول، پس گناهی کشته شده چی است که اونم دوزخ میره؟ گفتند انه کان حریصا علی قتل صاحبه، اون هم با کشتن برادر خودش حریص بود، یعنی آرزوی سخت داشت، کوشش میکرد که این رفیق شو بکشه، همسنف شو بکشه، دوست شو بکشه، همدهه شو بکشه، همشهری شو بکشه. وقتی که این کشتن نتونست وای کشت، هر دوش در دوزخ میروند، به خاطر که نیت هر دوش کشتن یکدیگر، ریختن خونی ناحق بود. به همین خاطر تا ما از دروغ گفتن، از ربا خوردن، از رشوه خوردن، از حرام هایی که الله برای ما حرام کرده است دست نکشیدن، مقصد از اون دست نکشیم، تا اینکه قرآن و سنت الگوی خود قرار ندهیم، پیامبر علیه السلام برای خود الگو قرار ندهیم، این حال و روزمون از این بدتر شده رفتن میگیره. اینا دانیم که در این دنیا هم جزا میبینه انسانی کشنده و در آخرت هم در پیش الله در عذاب الله گرفتار میشه. یک شعر هم که هست در کتاب ها میارن، عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیرت شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفت تا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشند آن که تو را کشت. اگر اشتباهی نکرده باشم در خوندن شعر، یعنی هر کسی کشتی آینده بدون که در این دنیا هم کشته میشی، به خاطر که تو خون ناحق ریختی. الله جل جلاله در آیات‌های متعدد در قرآن می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله شما را در حقیقت امر میکنه که امانت ها را به سوی صاحبش بازگردانین سلامت.
به صحتی و به سلامتی امانت ها را به صاحبش بازگردانیم. این جانی که در تن ما و شما است که امر الله اطاعت میکند که ما و شما را، جسد ما و شما را میبرداره میبرد هر طرف تا روزی که الله روز معلوم اجل معلوم شه معین کردگی است. این امانت است. باید این امانت به ریختن خون و به سیگار و عرق و فحش و زنا و فساد و هر گونه زهرها هلاک نکنیم. برای این امانت، برای این جان در پیش الله ما و شما جوابگر هستیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای مؤمنان، خودتان و اهل بیتتان از آتش از علنگ زننده دوزخ، از آتشی که به اونها دوزخ در میتیان انسان ها هستند، سنگ ها. از این آتش بترسید. گفته الله ما و شما را آگاهی میتید. به همین خاطر بس است که دیگر یعنی خودکشی کردن و یک دوست هم روبروش استاده کارت کشیدن و یک انسان برای دو سوم دنیا، برای پولش و برای مالش کشتن و برای یعنی یک ناموس زن به خاطر شوهرش فکری زن گرفتن نمیکند، نمیدونم رشک میبره خودش میکشه، حتی فرزندهاش برده در آب انداخته میکشه. این کارها کارهایی هستند که مردم همه در وسوسه شیطان گرفتار شدند. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. الله جل جلاله میگه هر انسانی که از ذکر الله دور میشه، غافل میشه، رو میگردانه، برای اون یک شیطانی را مسلط میکنیم که نامش قرین است، همیشه با او است. اون شیطان قرین چیکار میکنه؟ اون شیطان به همین کارهای حرام، کارهایی که شریعت اونم من کرده است، کارهایی که در نزد الله گناه بزرگ دانسته میشه، به اون انسان وسوسه میکنه و در اون مقصد انسان خوب زینت زیبایی خوب نشان میده اون کار برای انسان که این کار برای تو خوب است و انجام بده. الله ما و شما را، فرزندای ما و شما را از این بلا و آفت‌ها، از این مصیبتی که فراگیری همه شده است، همه را فرا گرفته است، نجات بده و در عصمت و امان خود نگهبان شوه که با قرآن و سنت رو بیاریم، از اون گذشتگی‌هایی که در زیر خاک با حسرت خواب هستند عبرت بگیریم. شما باور کنین اون زنهایی که یا که مردهایی که خودتان میکشین به هر راه و صورتی که است، یا که یک نفر دیگر را میکشین و کشته میشین، اینا بدانین که مردم برای شما خوب اگر خش تبار نزدیکتان اگر غم بخورن و زیق شوند، ممکن یک هفته یا 10 روز یا 20 روز برای شما غمگین میشن و فکر شما را میکنن. بعد از این دیگه همه به زندگی خودش فراموش میشن. بعد از این که هفت و چیل شما را که خوردن، در مردم عادت هست که باز یک گاو میکشن و باز معرکه میکنن، بعد از اون دیگه همه به پی کار خود میروند، از پی کار خود میروند، شما را فراموش میکنند. خیشان همه گریان شوند، یک هفته سرگردان شوند، چون بعد از این خندان شوند برخیز وقت صبح دم. دیگه همه از پی کار زندگی خودش میرود، دیگه در سراغ مردم هم نیسته. طبیعت انسانی است دیگه، از یادشون میبرن. فکر کنین هر کس برای خودش، برای جانش، برای خودش عزیز است. فکر جانتون کنین، از این راه ها یعنی خودداری کنین که و الا هم هلاک دنیوی میشین و هم هلاک اخروی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.